лекин ту инсони аҷоиб будаӣ. Боз чӣ гуна тест? ман ҳеҷ гуна тест наспуридам. бофта истодааст қомандон. бовар накунед ба ӯ. сардор, чӣ? контакт чист? командон, шумо контакт надоред? не, кумандон, шумо бо касе контакт накардед? ҳозир ба ту чӣ будани контактро нишон медиҳам. бале рафихон, контакт воқеан чист? контакт паёмрасонӣ ҳаст ки одамон байни ҳам нома менависанд. интернет аст рафиқон, аҳамият надиҳед. қомандон, чӣ? шуморо дар интернет чӣ тавр пайдо карда мумкин? 099 дар зераш як хатча. чӣ? ман паёмрасонро барои шумо накушодам? худоё. сержант Алкоган, чархболро омода кардем. фаҳмо, ташаккур. бачаҳо, ба ҷониби поёнии соҳил парвоз мекунем. эҳтимол тариқи дирибогаз биравем. кашофон ҳам омодаанд. шояд мавриди ҳамла қарор бигирем. мо бояд бомбаро ба минтақаи худ бурда расонем. фаҳмидед? фаҳмидем, қомандон. хуб, меравем. дар бобати торт ман ҳоло боз бо ту гап мезанам. охир чӣ кор кунам ака? ман аз истифодаи интернет завқ мебарам ака. бигир инро. якум ки ба ман мардоне ки чӣ хӯрданашонро ба дигарон нақл мекунанд дӯст намедорам. дуюмаш вақте бо чунин либос маро ака гӯӣ, шалоқ мехӯрӣ. хуб фаҳмидам қумандон. холаи силда маро мегуфт ки акаи коганат ин коро кард, он коро кард. барои ҳамин ин гуна муроҷиат мекунам. бовар кунед, хӯрокҳояшро чунон пазмон шудам ки хӯроки модарамро танҳо ман пазмон шудам. торт пазакзорро омодаем, кумандон. рафтем бачаҳо. омодаед лейтенант? омодаем, қомандон. пас меравем. хуб шудааст, қомандон. саф кашед, меравем. чӣ гуфтӣ лейтенант? аз ин ҷои даҳшатнокашро надидаӣ? қомандон, мегӯям ки дар куҷоҳое ки набудем, вале ин ҷо даҳшатнок менамояд. бале, ин ҷо даҳшатнок метобад.
چی خیل تورت گفتید قماندان؟ چی خیل تورت؟ چی طور گویم؟ تورت مقرری، یعنی تورت هر گونه آماده می شود. مثلا تورت میوگی با پیستا، کیوی، با بانان، باز مغزی بادام ایلاوه میکنم. همچنین با افلیسون، با کرامل و یا با پاره های شکلات. حاضر این چیزها را به شما نقل کنم هم بیفایده. اگر ساق و سلامت رسیم شما به من محصولات لازمه را تامین سازید، من آماده میکنم. این بچه دیوانه شده است. باز یک کس در کامنتاریا میدونید چی می نویسد؟ اگر لوبیا را علاوه کنیم ممکن است. بیعقلن چی؟ در تورت مگر لوبیا را استفاده میبرند؟ این مثل آنه که ما نمیتوانیم در فرم کار کنیم. یک چیز نقل کنم. وای، در فیلم یک راننده اتوبوس تماشا کردید؟ پس آن با جنیفر لوپز. ایستا! بدم افتادم. برایت زودتر. برایت. زودتر دوید. توران باتش. سردار با کجا می روی؟ نرو با اونجا. ایستا. کلیش همه خوبند. جواب دید. خوب است میگویم. چرا همه خاموشید؟ قماندان، سردار به اونجایی که بمب ترکید رفته ایستاده است. سردار خود را به زمین پرتا. سردار به زمین خواب رو. سردار به زمین خواب رو گفتم. سردار این چیکاری کرده بود؟ سردار از جایت نجنب. سردار نرو. مرا حمایت کنید. خوب شده است.
سردار! سردار! سردار مرا بیدار سخت بیدار. بیا کوشش کن بیا. مرا سرده خودت را احتیاط کن. کوشش کن. برو سردار بیا. کمی دیگر زودتر. قماندان شما این روز را به من توفه کردید. ایستید. سردید. سردار هرگز نه. سردار نه. خوابی دهشت دیدید میار؟ من خاطره های دهشت زیاد دارم. هممون همین گونه ایم. چون که ما آدمان عادتا در مبحث خوابهای دهشتناک زیاد میبینیم. سری سودتان که است؟ به نزدیکی است؟ 2 ماه پس. هیچ گپ نه. همان گپی را که دائم میگفتیم تکرار میکنیم. زنده باد وطن. با آزادی که برآمدید پالکونیک را احتیاط کنید. چی گپ است؟ شاید نادرست فهمیده باشم ولی به گمانم پالکونیک را تعقیب میکردند. 7 کس را دیدم که از پس پالکونیک میرفتند. گمان میکنم که یگان نقشه دارند. حالا قماندان در کجاست؟ کتاب میخوام ولی پای نبرد. البته که پای میبرد. مایور شاید که آنها حالا آنجا باشند. از دستشان هر کار میآید. شاید کمک ایلاوگی دعوت کنیم. لازم نیست. کمک منم. کتاب چطور بود از پالکونیک؟ آخرش چی می شود؟ عاشقان به وصالشون می رسند؟ کتابخانه بس. یگان چیز نمیگویی؟ پالکونیک مقابلت نشان دادن نمیخواهی؟ ترسیدی؟ کنی خیز گپ زنیم؟ از نظرم نیست شو. من کتاب خواندن میخواهم. اگر نیست نشوم چی کار میکنی؟ میزنی؟ دستم رو افلاس کردن نمیخواهم. چی گفتی؟ کارش رو تمام کن و به نزدم بیا مایور. گفتگو کردن لازم.
قماندان خوب هستید؟ خوبم ولی معلوم نیست که چقدر دیگر خوب میمونیم. چی طور قماندان؟ رفیقان ماند که ما کمی صحبت کنیم. خوب مرا کشتن میخواهند. معلوم میشود که یگان حادثه جدی روی میدهد. جدی گفته چی رو در نظر دارید؟ آن قاتل بیشرف را دیدی مگر احساس نکردی؟ کشتن افسر در زندان چی فایده دارد؟ انیق سببی دارد. معلوم میشود که آنها کاری را کردن میخواهند و برای آنکه دخالت نکنیم ما را از سر راهشان دور کردنیند. این را معلوم کردن لازم. باید معلوم کنیم که چی حادثه شدنش ممکن. دختر جان با اکات زنگ زن. مادر بس آرام شوید. با ما با زنگ بزن. با اکات زنگ بزن. مادر حالا چیزی رو فهمیده نمیشود. ایستید. دختر جان در آزادی که چون این حادثه ها روی میدهد پس خدا میداند حالا در محبس چی حادثه است. رفته اکات را دیدن لازم. خیز دخترم میرویم دخترم. خاموش شوه. محافظ در را کشا. محافظ در را کشا. محافظ زدنی در را بس کنید. آرام. خاموش شوه. قادر چی گپ است؟ آشوب برخواست پالکونی. در استانبول و انقره آشوب برخواست است. حاضر اگر شما را رها کنیم همتون را نیست و نابود میکنم. ما را از اینجا برارید. آرام شوید رفیقان. آرام شوید رفیقان. بیا یک طرفی است. رفیقان حالا همه را رها میکنند. در چنین وضعیت اگر آشوب برداریم ما را کسی رها نمیکند. بهتر است که تا صبح انتظار شویم و کاری نکنیم. آرام شوید و گذشته در جای هایتان شینید. روید تیزتر روید. رفیق پالکونیک چی فکر دارید؟ هیچ فکر ندارم کوگان. تنها شرم کرده ایستادم. همچون افسر شرمم می آید. بیشرفان ما را به زندان کشیدن. باز اکنون به دولت حمله کردن می خواهند. آنها سرباز نیستند. هر کسی که ملت خود را می کشد او سرباز نیست بلکه قاتل است. رادیو را فعال کن. شاید یگان چیز فهمیم. مایلش. شما در اینجا ایستاده نمیتوانید. روید از اینجا. پسری من در اینجاست. پسرم را دیدن میخواهم. اینجا جای ممنوع است. ماشینتان را گیرید از اینجا. قماندان گفتم که ماشینتان را گیرید. پسری من در این زندان است. مایور کوگان. پسر جان من هم مادری سربازم. خواهش میکنم فهمیدن میخواهم که حال پسرم خوب است. اینجا جای ممنوع است. ماشینتان را گیرید از اینجا لطفا. من نمیگویم که او را ببینم. فهمیدن میخواهم که حالش خوب است یا نه. از برای خود و پسرم. امشب او را دیدن نمیتوانید. ماشینتان را گیرید. تو چی گپ را نمیفهمی؟ مادر خب کن. گوش کنید زود ماشینتان را گیرید وگرنه چی؟ مرا میکشی میپرانی. با خوبی میگویم ماشینتان را از اینجا گیرید. گوش کن. زنگ بزن که بفهم حالش خوب است یا نه. از برای خدا زنگ بزن پسرم. خاله با ماشینتان سوار شده از اینجا روید. گوش کن پسر جان.
шавҳари ман дар ҷанг ҳалок шудааст. писарам мисли ту сарбоз аст. сарбози оддӣ не, он қадар захм дорад ки ҳисобаш номаълум. он қадар ғами ӯро хӯрдаам ки ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. ё маро бикуш, ё ин ки занг зада бифаҳм ки ҳоли писарам хуб аст ё не. зуд бош, занг бизан. номи ӯ чист? майёр Коган Бозок. хуб, дар мошин интизор шавед. ман ба шумо хабар медиҳам. интизор бошед. майлаш. модар, хавотир нашавед. акам хуб аст кӯ. магар сарбозонро нашунидӣ чунин гуфтанд? то субҳ худо медонад чӣ гап мешавад. сахт хавотирам. агар бо акаат ягон ҳодиса рӯй диҳад, падарат ку бо мо нест. дигар ман зиста наметавонам. шунавандагони гиромӣ, шуморо бо хабарҳои нав ошно месозем. иттилоъ дода мешавад ки сафи эътирозгарон ба маротиб меафзояд. сокинон маълумоти иловагиро аз сомонаҳои иҷтимоӣ дастрас мекунанд. ҷаноби копус, ба қабулгоҳ рафтан лозим. хезед майёр, меравем. полковник, танҳо шумо? ман танҳо ба ҳеҷ куҷо намеравам. боз дар ин бисару сомонӣ. полковник, чунин фармон шудааст. ин тавр бошад рафтагӯй ки халил иброҳим копус фармонро иҷро намекунад. бишин майёр. майлаш полковник, биёед. бифармоед. рафиқ полковник, ман инҷо мемонам. агар чизе рӯй диҳад мефаҳмам. салом. шинед? моро як лаҳза танҳо гузоред. خوب شده است. شبی خونین ترکیه شبی پردهشت را پسی سر کرد. پالکونی کاپوس الحال یگان نهاد قدرتی ترکیه فعالیت ندارد. یگان کار کرده نمی شود. بعضی از ساکنان تمام راه را بستند. نمیدانم به سر این ملت باز چی بدبختی می آرند. البته چون این روز را انتظار نبودید. درست. از ایدرین تا اکیه تمام راه های برآمد و درآمد بستند. هواپیماها باشد از دیروز باز پرواز نمی کنند. شنیدم که جنایتکاران در اینجا به شما هم حمله کرده اند. می ترسیم که صف جنایتکاران باز هم افزایش نیابد. از من چی می خواهید؟ شما سرباز شجاع و با شرف هستید. بله. مدالهایش آویزانند ولی در کنج زندان است. سخنهایتان همش درستند ولی حالا وقتی رنجیدن نیست. پالکونیک، ما می‌خواهیم که شما رها شده دسته خودتان را تشکیل کنید. می‌خواهیم که به جای پیشترتان برگردید. کسی نمی‌داند که فردا چه حادثه روی می‌دهد. این شب و روزها جمهوری ترکیه روزهای مشکل را پس سر دارند. من حق مجبور کردن را ندارم. دانسته باشید که در چنین روزها ما باید قصاص‌گیری را فراموش کنیم. همین را به شما گفتن می‌خواستم. ما هیچگاه از دولت خود قصاص نمیگیریم محترم سردار. با خصوص از آنهایی که ما را به اینجا روان کردند. ما بر ضد دشمنانمان مبارزه میبریم و حالا هم آماده ایم که بر ضد آنها بجنگیم.
من پیشنهادتون رو قبول میکنم ولی با یک شرط. چگونه؟ من سربازان خودم را گرد میارم، هم آنهایی که در محبسند و هم آنهایی که شما پیششان کرده. این غیر امکان است. شما خوب میدانید که وضعیت شما از آنها به خوبی فرق میکند. اگر راضی شوم هم برای گرد آوردن حجت های آنها وقت زیاد لازم می شود. من در بیرون باشم و نمیخواهم که آدمان هم در اینجا بمانند. معلوم نیست که فردا با آنها چه حادثه روی میدهد. اگر شرط من به شما خوش نآمده باشد پس خوش باشید. من تمام شب خواب نکرده بودم. پلکارنیک، من این را حل میکنم. نامهایشان را به من دهید. ما را رها میکنند مایور. چه گپ شد قماندان؟ دیوانه به آنها لازم شده ماند. دیوانه نه، بلکه بیماران روحی داشته لازم شدن به مثل ما. ҳамеша дар хизмати шумоем муҳтарам полковник. старшина, вазъият чӣ тавр аст? قماندان خوب نیست. شب عملیات گذشت. بسیاری ها را دستگیر کردند قماندان. وضعیت بسیار بد است. майор коганро ба хонааш бубаред. ман ба ситод меравам. خوب شد است قماندان. قماندان рафта модаратро хабар гир. истироҳат кун. илоҷе мекунам ки ту ба хонаат баргардӣ. чунки дигар вақти истироҳат карданро намеёбӣ. خوب شده است. با اون طرف کوچه گذاشته نگاه دارید. خوب شد است قماندان. مادر من در رو کشویم. خاموش، چیزی نگوی. در رو بپوش. مادرم البته باز در آشخانه اند. مادرم در آشخانه خوراک میپزند. یلدیز دختر جان کی آمد؟ مادر جان، بچه هکی که از بازار برنج را آورده بود. به همان بچه ها گوی که حاضر برنج آوردگیش را خودش میخورد. پول را از من گرفت و ولی یک برنج را آورده است که پر از سنگ است. ای 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 بست. ای ای من این برنج رو همین خیل میخورم. اوچه پسرم کان پسرم کان. اوچه جان تو برگشتی؟ آمدم اوچه جان، آمدم. یلدیز من خواب میبینم. بیا پسر جان بیا. کان پسر جان باز. اوچه جان خواطر نشوید. من از محبس نگریختم. یکون گپ نیست. از این رو بی تشویش باشید. باز شاید سوال دهی رو یک سو گذاریم. من رفته آبازی میکنم و کمی به خود میآیم، سپس همراه چای نوشیده صحبت میکنیم. کان کان چرا چنین شد؟ تمامی همسایه ها ترسیدن. همه نگران و همه حیرانن. چی می شود؟ خواطر نشوید، نترسید. حل میکنیم. مردم این ملت کشورشون رو به آسانی نمیدهند. آرام باشید. همش خوب میشود.
پدرجان یک بار دیگر منو سوار کنید. اوه پسرجان، پدرجان خواهش میکنم. آخر حاضر تو رو فروردم. من کار کردنم در کار بس. پدرجان یک مرتبه دیگر خواهش میکنم. ولی دیگر یک روی نمیکنی میلش؟ میلش. فرا کی گفتم میفرویی؟ فهمو. بیا پسرم، این را گیرو سخت دار. آماده هستی؟ آماده هستی یا نه؟ آمادم. پسرجان، پنهان شو. پسرجان، سرت رو پایین کن. پسرجان پنهان شو، سرت رو نبردار. التماس از جایت نجوم. اینجا چیکار میکنید؟ گذرد. 1000 مرتبه به شما گفتم همین طور نه؟ کسی باید به اینجا نآید. در اینجا شما حقی چیز ساختن نداره. گفتم که نآید. جواب بده. گپ نمیزنی ها؟ یعنی تو گفتنی که من راهبر این گروه را حتی آدم نمیشمارم. همین طور. بگذار چنین شود. پنهان شو. کن با تو لباسهای تازه آوردم، سچاق آوردم، خوب آبازی کن. پسر جان، هر روز به این خانه که درویم به عکس پدرت نگاه میکنم، با او گپ میزنم. با او گفتم که حسن پسرت در محبس است، نه از برای فریب و نیرنگ، نه از برای خیانت. گفتم که همه در جامعه شغل شدند،
مادامی همه شغال شده باشد از دست شیری تنها چی می آید؟ پدرت شیر بود، تو هم شیر هستی. میدانی پسر جان، هیچگاه چشمت را پایین نکن تا که حالت بد نشود. بخیز آرام شو. خوب بازی بکن، دم بگیر. хуш омадед рафиқ полковник. қумандон шуморо интизоранд. قماندان خوش آمدی پالکوونیک. گذشته بشین. به ما قهوه آورید. تنها قهوه کمک میکند. 48 ساعت باز چشمم را نپوشیدم. چیکارها گذشته ایستادند. فکر میکنم و دیوانه میشوم. هیچ جای فکر کردنش نیست قماندان. بشرفا به تمام عالم پیام رسونده که آنها حالا هم در اینجا. تمام و سلام. بسیاری از آدمان برای وطن شهید شدند. از هر طرف تیرپرانی به سوی پلیس ها و ساکنان آسایشته. سربازان زیادی را شهید کردند. بی‌شرفان. من میخواهم که تو هرچی زودتر دیویزی خردی خود را تشکیل کنی. هرچی زودتر سربازانت را تشکیل کنی و به خدمت برگرد. نمیدانیم که فردا چی شدنش ممکن. ما باید آماده باشیم. خوب شد از قماندان. کو بینیم؟ مایار کن همراهت در زندان بود. او هم برآمد. بله قماندان. یک دو کار دیگر را اجرا کردن لازم تا که او به کارش برگردد. او را در محبس گذاشتن نمیتوانستم. لیتنانت کالان بورак یگیت، لیتنانت مراد گیوندوگدو، старшина Турон Хусейн Оглу و سلچوک ینیلمز. به تو 3 آدم دیگر لازم. کو بینیم؟ старшина байрам باید در احتیاط قرار دارد. ایسان، байрам و غالب ایگیون هم از خدمت برکنار کرده شده‌اند. از سردار ترکمن یگان خبری نیست قماندان. لیتنانت کلان. متاسفانه یگان خط و خبر نیست. آنها را به طرف خود کشیده میتوانیم؟ میتوانیم. وظیفه داریم. حالا ما باید معلومات گرد آوریم. ولی فرصتمون کم است. بله خیلی کم است. از پی کار میشویم. کاپوز، هیچ کس از تو بخشش نمیپرسد. میدانی ها؟ میدانم قماندان. چیزی نیست. کمال پاشا از سامسون تا ازمیر شمشیر در گردن را رفته است. در برابر با او خدمت ما هیچ است.